سلام. این ویدیو رو من واسه درخواست شماها گرفتم چون گفته بودین که بیام از تجربیاتم بگم تو اتاق درمان با روانشناسایی که من بهشون مراجعه کردم که من گفته بودم توی ویدیوها اکثرا خورد گفتم که چه اتفاقاتی افتاد، چرا انقدر اینجا گرمه در حالی که اتاقم خیلی سرده، من چرا یهو گرمم شد، من دست و پاهام الان یخه ولی خودم الان گرمم، نمیدونم چرا. یه تیکه هایی رو توی ویدیو هم قبلا گفتم که چیا شده بود و چه اتفاقاتی افتاد، ولی کلی نگفتم، کامل نبودم و خب میخوام توی این ویدیو همه رو با هم جمع کنم بگم. من اولین باری که پیش یه تراپیست رفتم فکر کنم 19 سالم بود، شایدم 20 سالم بود، یادم نمیاد. رفتم پیش یه آقایی، یه 2 جلسه رفتم، اتفاق خاصی نیفتاد، فقط جلسه اول که مصاحبه است، از جلسه دومم چیزی نگفت، یعنی هیچی نگفت که من بفهمم که این خوبه یا نه، راجع به چیز خاصی حرف نزدیم. بعد از اون دیگه نرفتم چون که اون تایم من شرایط رفتن رو نداشتم، هزینه واسم زیاد میشد، من نمیدونستم بیشتر از 2 جلسه برم، دیگه ولش کردم. حدود 6-7 ماه نرفتم پیشش. این 6 ماهی که من پیش هیچ روانشناسی نرفتم، یکی از نزدیکان من یه اتفاقات خیلی بدی واسش افتاد و نیاز داشت به این که پیش یه تراپیست بره که بتونه ازش مشاوره بگیره و اینا، و کسی رو نمیشناخت. من این آقا رو بهش معرفی کردم، اون آقایی که من رفتم 2 جلسه پیشش. بعد این آقا که نمیدونم اسمشون رو باید بیام بگم یا نه، نمیدونم باید این کارو بکنم یا نه، خیلی دوست دارم اسمشون رو بگم که شما ازشون استفاده نکنین، نمیدونم باید اسمشون رو بگم یا نه. و این آقا میگم اسمش علیزاده بود. اگه میدونین من کدوم شهر زندگی میکنم که میدونین، واقعا غیر حرفه‌ای بود. بالای 20 جلسه اینا با هم مشاوره داشتن. تو کل این 20 جلسه فقط بهش اسم این ورقه ها رو یادم رفت، تست، برگه های تست میداد که این تستا رو حل کنه و جلسه بعد دوباره تست جدید میداد، حتی تستا رو بررسی نمیکرد، جدی دارم میگم. این تستا رو دوباره میداد، دوباره این تستا رو نگاه نمیکرد، میگفت برو جلسه بعد بیا، جلسه بعدم دوباره تستای جدید میداد. بعد از یه جایی به بعد اینطوری بودم که تو چرا داری پیش این آدم میری؟ این میگفت که شاید این اصلا از جلسه 30 میخواد درمانو شروع کنه. اینطوری بودم که مگه میشه تو الان تست داری میدی؟ این آدم باید این تستا رو بررسی کنه، نه اینکه دوباره جلسه بعد دوباره از تو تست بگیره. یه جایی به بعد که این آدم نرفت پیش اون علیزاده، روانشناس بود، واقعا نزدیک فکر کنم 20 سالم سابقه کاری داشت، نمیدونم شاید کمتر یا بیشتر، زنگ زد به ما و کل مشکلاتش رو گفت. اینطوری بود که آره این دختره مثلا با این مشکل اومد پیش من واسش وقت گذاشتم، این دختره هیچی نبود، این دختره کلی مشکل داشت، من داشتم باهاش حرف میزدم، کل مشکلاتش، کل حرفاشو واسه ما تعریف کرد. اینطوری بود که آره این الان دیگه نمیاد، فکر کرده نمیدونم که میدونه بهتر از من پیدا میکنه، حرفاشو یادم نمیاد دقیق، من اینو درمان کردم. حالا این زنگ زد به ما یعنی زنگ زد به مادرم. نسبت این آدمو نمیخوام بگم که این آدمی که میرفت پیش علیزاده چیه من بود، از خانواده من نبود ولی از نزدیکانم هم بود، ولی در این حد غیر حرفه‌ای. زنگ زد به مامان من چون این علیزاده مامان منو میشناخت. و من اینطوری بودم که حالا من میدونم مشکلات این دختره چیه، خب ولی این روانشناسه که نمیدونست که این دختره همه چی رو بهم گفت. تو چرا اومدی همه چی رو به من گفتی؟ اصلا نفهمیدم این حرکتش یعنی چی، اصلا واقعا ندونستم، واقعا چقدر یادم میدونه، نمیدونم چرا انقدر بدبخت بود. کاش توی هر ویدیو من اینو نزنم. واقعا غیر حرفه‌ای ترین آدمی بود که من دیدمش. و این مگس بشه. بعد این آدم که حالا توی این فاصله 6 ماه بودم که اوکی این خوب نیست، بذار برم یه آدم جدید رو امتحان کنم. رفتم پیش یکی، من یه جلسه رفتم پیشش، بعد بهم گفت که تو فلان مشکل رو داری. من توی مثلا یادم نمیاد، یا گفت توی 3 هفته، یا گفت توی نمیدونم یه چیز توی 3 ماه، فکر کنم گفت توی 3 ماه، فکر نکنم گفته باشه توی 3 هفته، فکر کنم گفت تو 3 ماه من تو رو کامل درمان میکنم. نمیدونم میدونین یا نه، ما چیزی به عنوان درمان کامل نداریم، تو نمیتونی. اینطوری بود که من توی 3 ماه کامل تو رو درمان میکنم. حالا من رفتم پیشش، از مشکلاتم گفتم. شما حالا میدونین که چه اتفاقی تو زندگی من افتاد کم و بیش، ولی من یه جایی به بعد از مردایی که تو خیابون اذیت میکنن یهو دنبالت میان من واقعا میترسیدم، رو از اون سناریوهای بیشتر میساختم. واقعا طبیعیه که تو بترسی، احساس نمیکنم تو اسکیزوفرنی میتونه داشته باشی واسه این حرکتا. مثلا تو خیابون یه مرد مزاحم من میشد، من پیش خودم اینطوری بودم که اوکی این الان میخواد چاقو در بیاره بزنه منو بکشه، میخواد منو بندازه تو ماشین ببره فلان کارو بام کنه، اینطوری کنه. خیلی میترسیدم. بعد اگه جایی به بعد من میخواستم تو خیابون برم واقعا میترسیدم. یه سری تجربیات بدم داشتم و خب اونام داشت
اذیتم میکرد اون تایم. پیش این تراپیست گفتم، این تراپیست اینطوری بود که تو اسکیزوفرنی داری، تو باید بری الان پیش روانپزشک و اون تایید کنه که تو بستری بشی. فقط هم نگو اسکیزوفرنی داری. ببینید من هر جمله‌ای که میگفتم این یه ورقه آشار در آورد. بعد اینطوری بود که هر یه جمله‌ای که میگفتم، مثلا من تاریکی میترسم، اینطوری بود که اوکی تاریکی نمیترسم و کلی دارم میگم. من اسکیزوفرنی رو یادمه و اختلال شخصیت مرزی، این دوتا رو یادمه. من هر جمله‌ای که میگفتم، ببینید بهم گفته بود که برو جلسه بعد بیا، خب توی یه ورقه کلا هر چی که تو ذهنت رو بنویس توی اون. حالا من اومدم چند تا ورقه نوشتم، از یه ورق بیشتر شد و این هی ورق میزد، هر خط اینطوری بود که اینو گفتی تو اینو داری، اینو گفتی تو اینو داری. و بعد از اون من اینطوری بودم که اوکی من اسکیزوفرنی دارم، اوکی من الان مردا دنبالم میافتن، من اگه میترسم یا استراب دارم پس درسته اینه که من اسکیزوفرنی دارم. بعد گفت یا اسکیزوفرنی داری یا اسکیزوتایپال داری، تو باید بری که تشخیص بده که حتما بستری شی. و حالا توی همون روز اون آدمی که من معرفی کرده بودم به اون علیزاده، اونم همراه من بود، اونم پیش همین نوبت گرفته بود. کار خیلی اشتباهیه که شما و دوستتون یا هر کی که آشناتونه با هم واقعا پیش یه تراپیست نرین. بخواین نخواین تاثیر میذارین، بخواین نخواین این جهت میگیره اون طرف. لطفا این کارو نکنین. ولی خب اگه میکنینم حالا بازم به خودتون بستگی داره، ولی نکنین بهتره. و حالا اون دخترم که هم نشسته بود داشت حالا داستاناشو تعریف میکرد. اون تراپیسته واقعا نباید مثلا این کارا رو بکنن. جدی اگه کسی داره این کارا رو میکنه بدون غیر حرفه‌ایه. واقعا این کارا خیلی 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 غیر حرفه‌ایه. منو با این دختره داشتیم از مشکلاتمون میگفتیم، اینطوری بود که واقعا خانواده هاتون اینطورین؟ این خانواده ها چرا نمیمیرن؟ شما دارین اینا رو جدی میگید؟ این اتفاقا واقعا واسهتون افتاده؟ مگه میشه؟ چرا این آدما زندن؟ کاش اینا بمیرن. ببینید این کارا خیلی بده. شما اگه از کسی خشم دارین و دارین پیش اون تراپیست میگین و تراپیست داره بدتر میکنه این خشم شما رو، خب این کار افتضاحیه. جدی نباید این کارو بکنه. بعد ما همدیگه رو نگاه کردیم اینطوری بودیم که یعنی فقط الان ما این مشکلاتو داریم؟ یعنی مگه میشه بقیه آدمو نداشته باشن؟ جفتمون بعد از اون رفتیم پیش یه روانپزشک تایید کنه که ما اسکیزوفرنی و اینا داریم که بستری بشیم. اون روانپزشک که ما رو دید اینطوری بود که نه مثلا افسردگی شاید داشته باشین، ولی خب این چیزایی که نوشته واقعی نیست. سری قرص و اینا داد که من هیچ وقت مصرف نکردم. من بیشتر افسردگی و اضطراب داشتم. چیزایی که بودن بیشتر علائم اضطراب خیلی شدید و حالا افسردگی و اینا بود. الان خیلی بهترم. خب الان من مشکلاتو ندارم. و بعد از اونم من اعتماد نداشتم. بازم پیش یه روانپزشک دیگه رفتم. اونم اینطوری بود که نه، کسی که اسکیزوفرنی داره، کسی که اسکیزوتایپال داره اصلا اینطوری نیست. اصلا شبیه تو نیست. نه. من خیلی روانشناس عوض کردم. بعد پیش یکی دیگه رفته بودم. اینو فقط یه جلسه رفتم. خب بعد من خیلی حالم بد میشه از اینکه صدا اگه تونی بره بالا حالمو بد میکنه. خب سرم داد میزد که اینطوری بود که تو باید یاد بگیری که همین الان مثلا با صدای بلند اذیت نشی. داد میزد. اصلا نمیدونم خیلی کار عجیبی داشت میکرد. اینا کیه من پیششون میرم؟ نمیدونم مشکل از این شهر یا کل روانشناسای تو ایران این شکلیان، چون کل روانشناسی که من رفتم اصلا نمیدونم خیلی عجیبن. از گرایشاتم و اینا مثلا پیشش گفتم و اینطوری بود که مثلا مامانت میدونه؟ گفتم که باید بدونه، باید از همه چی بدونه، از جزئیات. اینطوری بودم که نمیدونم خیلی عجیبه. این جدا از این که ساعت گذاشت روبروی من، هی ساعت رو اینطوری میکرد وقت خیلی خیلی حرکت داغونه. خب تایم کلا مهمه. خب حالا بعد از من کلی آدم هستن که میخوام بیان داخل، ولی این شکلی که هی بخوای تایمو نشون بدی اصلا درست نیست. خیلی داغونه. نمیدونم، من واقعا نمیدونم، خیلی بد بود. بعد اینو یادم رفت، اون اولیه که آشنای من میرفت پیش اون توی جلسات اول، خب من با اون آشنام بودم، یعنی ما جفتمون توی اتاق میشستیم. اون موقع استرس داشت که تنها باشه اونجا، من همراهش میرفتم. خب بعد میخواست مثال بزنه، هی اینطوری بود که ببین الان مثلا من و آیدا فکر کن تو رابطه ایم. جدی دارم میگم، واقعا آدم میتونه شهادت بده که اینا رو واقعا میگفت. هی مثلا سر چیزای بی ربط اینطوری بود که چند بار من و آیدا مثلا تو رابطه ایم. من و آیدا نمیدونم خیلی داغون بود. نمیدونم اینا اوکی یا نه. از نظر من اصلا اینا اوکی نیستن. الان خالم توی ماشین منتظر دم در که بریم خونه مام بزرگم، ولی من دارم الان ویدیو میگیرم و با اینکه من اینا رو میدیدم هر بار اینطوری بودم که نه، روانشناسا همه نمیتونن اینطوری باشن، همه نمیتونن انقدر افتضاح باشن. خب من دوباره بعد از اینا پیش یه آدم جدید رفتم. پیش این آدمی که رفتم، خب
این اوکی بود. یه سری اشتباهات داشت که من اینطوری بودم که اشکال نداره، همه آدما حالا کامل نیستن، اینم یه سری اشتباه داره. مثلا به من میگفت که تو مرد رابطه یا زن رابطه، این اوکیه. خب اینو یکی بگه، حالا میدونم حرف اشتباهیه. خب این سوالا خیلی اشتباهی که از یکی بپرسین. خب من الان واقعا نمیدونم. آره اشکال نداره، من اینو گذاشتم به پای این که ایرانه، حالا آدما همه میتونن، اوکیه. بعد گذشت این وسط‌ها یه سری حرفا میزد که اونقدر من حالا بهشون توجه نکردم و تو ذهنم هم نیست، تا روزی که من بهش گفتم میخوام یوتیوبم شروع کنم. اینو من قبلا توی ویدیوهام گفتم. خب یه جا از حرفم اومدم راجع به این حرف زدم که دوباره ویدیو گذاشتن رو تو یوتیوب شروع کردم. یهو دیدم اینم شروع کرد به پوز دادن راجع به این که میخواد بره کلاسای جفری یانگ، انقدر پولش شده، انقدر سابقه کار میخواد، بعد رفتم کلاسای فلان دکتر. من با این سریدم که ها من قصد نداشتم پوز چیزی رو بدم، داشت به هم پوز میداد و اینطوری بودم که این چه حرکت غیر حرفه‌ایه. هنوز دارم بهش فکر میکنم، مثلا حس بد بهم داد. این حس بد بهم داد که آیا حرفای من یه جوری بود که انگار دارم پوز میدم، در حالی که من داشتم نگرانیام میگفتم، ولی این داشت بهم پوز میداد. بعد از اون هر بار که میرفتم پیشش، خب هی اینطوری بود که خب داشتی میگفتی یوتیوب تو شروع کردی؟ من که کلاسام مثلا ثبت نام کردم، انقدر پولش شد. بعد اگه تا این بعد دیگه نرفتم پیشش. با هم نشسته بودیم توی اتاق، به من میگفت که برو از توی آشپزخونه واسم آب بیار، مثلا برو از پیش منشی واسم فلان چیزو بگیر بیار، من نیاز دارم. من اینطوری بودم که چرا به من داری میگی؟ من واقعا باید حرفامو توی کاغذ بنویسم. من دوست ندارم سناریو داشته باشم از قبل، ولی فکر کنم باید این کارو بکنم. من واقعا باید سناریو بنویسم روی کاغذ که من چیا رو میخوام بیام بگم. چون این کارو نمیکنم، من الان حرفامو یادم رفت. من واقعا حرفام یادم رفت. خیلی بهم میایین بگین که از رشته روانشناسی هم بیا بگو، از تجربیاتت بگو. من همش نمیدونم، چون احساس میکنم اونقدر آدمی نیستم که غنی باشم از دانش روانشناسی، واسه همین نمیدونم، احساس میکنم که خوب نیست که بیام مثلا اونقدر راجع به روانشناسی حرف بزنم. نمیدونم، شاید کمالگراییمه. شاید این ویدیو رو ساختم از خوبیای رشته گفتم، از بدیای رشته گفتم، نمیدونم. توی ویدیوی بعدی میخوام با نازنین به سوالات شما جواب بدیم. اگه سوالی دارین میتونین زیر کامنت های همین ویدیو یا تو ناشناس تلگرامم، لینکش توی کپشن هست، میتونین از اونجا بهم پیام بدین. توی دیسکریپشن هست، ببخشید. مثل همیشه من دوباره الان با تمام کردن ویدیو مشکل دارم، واسه همینطوری تمام میکنم. دوستتون دارم. خدافظ. چند روزی که میبینمتون. خدافظ.